اینه مال بیک. همدیران عزیز سلام علیکم. امروز 11 دکبر ینوار سال 2025 می باشد. من اون دفعه چندم گفتم نمیدونم و نورده. ما قرار داریم در 12 گرمخانه اکای عبدالله شهری سور دهه لاغلق در نزدی من همین نهالی افریسون باید باشد. این را شما از وجود گرفتید که؟ من از شما گرفته بودم سال گذشته. یک سال شد منم میوهش امروز. سال گذشته ما این میوه را آورده به خلق 60 تومانی فروختیم، نهایت ارزان فروختیم. این سال هم آورده شدیم. خدا خواهد امروز میوه های همینه میبینیم. سال گذشته آوردیم مالکه امسال من میوه بسته است. میبینیم واسه یعنی این اپلسین ما چی مزه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. افلیسون زرد بوده است. سرخش هم بود. فروخته 20 سال هم آورده شدیم. زردش هم سرخش هم. مزهش رو میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بای 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 بای. شکرای بو یک مزهی با مزهی خوشی دارد که دیدیو رحمت شما دا که من همه زحمت بکش همینای وارد نکنه. من باوری دارم که هر یک شما در خانه‌تان از این اپلسین هایی که من آورده ایستادم از ترکیه خریداری کنید در خانه‌تان سبزونید یا در ستیل سبزونید یا در گرمخانه دونستمونید. من دویم فراموش میکنم که اپلسین من در این کمکوات پامیلا و درخت خربوزه میگن که و خربوزه نیست و پامیلا است و ترکو خربوزه میگن درخت خربوزه. اینو در گرمخانه میشوند یا که در درون ستیل. برای در کوچه نمیشود بیهوده سوال نتید و این مزه رو بینید. اکه بودلو بسم الله الرحمن الرحیم. همین چه شید مزه شو بینید. شیرین نیشه بهترین اکنم با مزه ها. همدارون عزیز این در درونی من همین ستیل اینه درون گلدوند هم هسته. درونی گلدونه سال شدیسته اینه بهترین درونی میوه گلدونه استعمال کردیم. اون نمود دیگری اپلیات با دیگرش رو نگیریم. یک نوار خطیبی اینش دیگر با ها این دیگر با پوست چند کم تا دیگه با حجم همون میوه هم کم طرف فرق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همینم از سال گذشته یک بار دیگه بینیم اینش رو. بسم الله الرحمن الرحیم. این رو ما میبینیم. اینش چی مزه دارد. اینش مایده تر درونش هم زرد تر کنیم. بسم الله الرحمن. این ممکن ماندارینه. نه اپلسینه. اپلسینه. نکی اینش. اینجور. با مزه شیرین تر. الان میرویم دوام میدیم. اوه من در چاکو که در فروش مونده چیه ماندارین نه؟ این کمکواتایی بعد اونجا کلامول هم هست. او میوه که سال 12 میبنده. بزرید.